چند وقتیه هر شب با رفیقام داریم نون سیر میخوریم. الان همین زیر میان کامنت میذارن انقدر این حال میده لعنتی. بریم هم درستش کنیم. من عاشق سیرم توی هر شکل و مدل و رنگی. دیگه حالا این نون سیر رو نگم برات. برای خمیر اول آرد نول رو روی میز کار بریزید و خمیر مایه و شکر و نمک رو به اون اضافه کنید و مخلوط کنید. حالا آب اضافه کنید و 15 دقیقه ورز بدید تا یه دست بشه. الان اونو تو ظرف دربسته میذاریم و 4 ساعت استراحت بهش میدیم. حالا اونور سس کف نون سیرمون رو درست میکنیم. اول کره و روغن زیتون رو با هم داغ میکنیم و بعد پوره سیر رو با نمک و فلفل بهش اضافه میکنیم و تفت میدیم. حالا خمیرمون رو میز پهن میکنیم و توی ظرف میذاریم و کف تمام اون رو از موادمون میزنیم. الان نوبت پنیر پیتزاست. در آخرم کمی از روغنی که درست کردیم به علاوه آویشن و پودر سیر بهمون میزنیم. برای یه رو میره تو فر 220 درجه و نون سیر ما آماده است. بخورید و به دیاکو درود بفرستید.